برنج فجر، حالا میگن برنج فجر. بیا به خیلی عالی با این قرمه سبزی جا افتاده. درجه یک. خدا برکت بده، خدا برکت بده. اصلا خالی من قبل اینکه شروع کنم به سیستم غذا، من خالی با دست اصلا خورشتم نریختم روش. خالی ببین نصفشو خوردیم. ما به اینجا دستکاری میکنن، این دستکاری نشده. وقتی برنجی دست نره توش و قاطی پاتی نکنن با هم، عالیه، عالی درجه یک.